بیایید بهتون یه غذای قدیمی و فراموش شده گیلان رو یاد بدم. پیله دویج. توی 5مین روز از چالش 30 روزه گیلان و غذاهاش میخوایم بریم شفت و فومن. قدیما این غذای اصیل گیلانی رو با دارباقالا درست میکردن. دارباقالا هم یه نوع لوبیای محلیه، ولی الان با لوبیا سبز بیشتر درست میشه یا حتی با لوبیای چشم بلبلی. برای درست کردنش هم اول باید لوبیاها رو به این صورت بعد اینکه شستینشون خورد کنین. حالا باید لوبیاهایی رو که تقریباً بند انگشتی خوردشون کردیم با آب و نمک بپزیم. تقریباً 3 لیوان آب بریزین روش. و نمک. درش هم بذارید که لوبیاها بپزن و ما بریم سراغ باقی مراحل. لوبیاها رو که گذاشتیم بپزه باید گوجه ها رو رنده کنیم بذاریم کنار، باهاشون کار داریم. حالا 2 حبه سیر رو رنده کنیم که بریم سراغ مراحل پخت و پزمون. روغن رو توی این تابه سفالی داغ کنین و سیر رو خیلی کوتاه توش تفت بدین. یکم هم زردچوبه رو باهاش تفت بدین. بعد از تفت خوردن سیر و زردچوبه یک کوچولو بهش شیوید خشک اضافه کنین و کوتاه تفتش بدین که نسوزه. همینجا نمک و فلفل سیاه رو هم یک کوچولو با باقی مواد تفت بدین. بعد از اینکه سیر و شوید و زردچوبه و نمک و فلفل رو تفت دادیم، اون گوجه‌هایی که رنده کرده بودیم رو بهش اضافه میکنیم و تفتشون میدیم تا یه مقدار آبشون کم شه. لوبیاهامون پخته و حالا باید به اون سسی که درست کردیم اضافهش کنیم. لوبیاها رو که ریختیم توی سس یه همی بزنین و بذارید حدوداً 20 دقیقه الی نیم ساعت با حرارت ریز قل بخوره و طعم‌ها به خورد هم بره. تا لوبیا و سس گوجمون داره میپزه، ما برای بخش تخم مرغیش باید 2 حبه سیر رو رنده کنیم. برای تخم مرغ 1 قاشق کره رو توی روغن هم بزنید تا آب شه، بعد سیر رو توش تفت بدید. حالا نوبت شیکوندن تخم مرغه. قشنگ باید همش بزنیم تا تخم مرغ تیکه تیکه و سیری بشه. یه روش دیگه برای اضافه کردن تخم مرغ به پیله دویج اینه که شما تخم مرغ رو آخر پخت بشکنین روی خورشت و صبر کنین تا تخم مرغ ببنده. ولی اینجوری وقتی تخم مرغ رو جدا با سیر و کره درست میکنین خیلی طعم بهتری به غذا میده. من پیشنهاد میکنم که حتما از این روش استفاده کنین. بیا جلو. تخم مرغ باید اینجوری بپزه و خورد باشه قشنگ. چاشنی پیله دویج آب نارنج یا آبگور است که من میخوام بهش آب نارنج اضافه کنم. و آخرین مرحله پخت پیله دویج اضافه کردن این تخم مرغ سیری به خورشته. اصالت این غذا همونطور که گفتم به شفت و فومن برمیگرده و اینکه این غذا رو توی گیلان میدونید با چی میخورن دیگه. گیلانیا همه چی با برنج میخورن. این غذا با برنج سرو میشه ولی با نون هم خیلی خوشمزه است. یه غذای خیلی مقوی
که پیشنهاد میکنم حتما امتحانش کنید. من برم برنج کتر بیارم که برگردونم. اینم از برنج کتم. کتمون چه تهدیدی هم داره. به خوشمزه است، واقعا خیلی لذیذه. این غذا رو حتما امتحان کنین. اصلا نگین عجیب غریبه گیلانیا چرا اینجوری غذا درست میکنن. این غذا واقعا حیفه که فراموش شده. من که لذت بردم. چه؟ پشه خورد. واقعا؟ آره. کار سختی داره. امیدوارم شما هم این غذای اصیل و قدیمی و فراموش شده گیلان رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. من که واقعا دارم لذت میبرم از عطر و طعمش، خیلی عالیه. من بهنام رستمی هستم و خیلی خوشحال میشم توی این چالش 30 روزه که قرار کلی غذاهای گیلانی لذیذ درست کنیم با من همراه باشین. تا آموزش بعدی خیلی مخلصین.